توی بدن هممون یه نیروی خیلی قدرتمند و نامرئی هست که بی سر و صدا داره سلامتیمون رو کنترل میکنه. این نیرو فشار خونه. امروز میخوایم با هم ببینیم این قاتل خاموش واقعاً چیه و چطور میتونیم از پسش بر بیاییم. خب توی این برنامه قرار 5 تا موضوع اصلی رو با هم مرور کنیم. اول از همه میبینیم که اصلاً فشار خون چی است. بعد میریم سراغ عددهایی که نشونش میدن. بخش سوم میرسیم به قسمت مهم ماجرا. چرا بهش میگن قاتل خاموش و خطرش چیه؟ بعدش بررسی میکنیم که اصلاً چرا فشار خون بالا میره و آخر سرم یاد میگیریم که چطور کنترلش کنیم. خب پس بریم سراغ بخش اول. فشار خون دقیقاً چیه؟ بیا یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. فکر کنید با هر تپش قلبتون یه موج انرژی توی تمام رگای بدنتون راه میفته. ببینید بهترین مثال براش فشار آب توی لوله‌های خون است. شما برای اینکه آب به طبقه بالا یا مثلا به دوش حموم برسه به یه فشار مناسب نیاز دارید. درسته؟ فشار خون هم دقیقاً همینه. این همون نیروییه که خون رو توی رگ‌ها هل میده تا اکسیژن و مواد غذایی حیاتی رو به تک تک سلول‌های بدنمون برسونه. پس بودنش کاملاً ضروریه. وقتی فشار خونتون رو اندازه میگیرن همیشه 2 تا عدد بهتون میگن. مثلا میگن 12/8. اون عدد بالایی که بهش میگن سیستولیک فشار توی رگ هاست، درست توی همون لحظه‌ای که قلب داره با تمام قدرت خون رو پمپاژ میکنه، یعنی اوج کار. عدد پایینی یا همون دیاستولیک فشار بین 2 تا تپشه، یعنی وقتی قلب یه استراحت کوتاه میکنه تا دوباره آماده تپش بعدی بشه. خیلی خوب، حالا که میدونیم این 2 تا عدد چی هستن، بریم ببینیم اینا دقیقاً دارن چه پیامی درباره سلامتی به ما میدن. خب این جدول یه راهنمایی خیلی خوبه. ببینید فشار خون نرمال یعنی عدد بالایی کمتر از 120 و پایینی کمتر از 80. این حالت ایدئاله. حالا اگه این عددا برسن به 140 روی 90 یا حتی بالاتر، اینجاست که دیگه باید جدی بگیریم و میگیم فشار خون بالاست. یه محدوده خاکستری هم بین این 2 تا هست که بهش میگن پیش پرفشاری. البته اینا فقط یه راهنمای کلیه ها. تشخیص نهایی و دقیق حتما باید توسط پزشک داده بشه. بسیار خوب، میرسیم به بخش خیلی مهم. چرا انقدر روی فشار خون بالا تاکید میکنن و بهش میگن قاتل خاموش؟ چون دقیقاً مثل یه دشمن پنهان عمل میکنه. بدون هیچ سر و صدا یا علامت هشداری میتونه آسیب‌های خیلی جدی به بدن بزنه. و دلیل این اسم ترسناک همینه، اینکه فشار خون بالا معمولاً هیچ علامتی نداره. شما ممکنه سالها فشار خون بالا داشته باشید و کاملاً هم حالتون خوب باشه، هیچ سردرد یا سرگیجه‌ای نداشته باشید، اما در همون زمان این فشار بالا داره یواش یواش به اعضای حیاتی بدنتون آسیب میزنه. و این آسیب‌ها باور کنید فقط به قلب ختم نمیشه. فشار خون بالا به مغز فشار میاره و خطر سکته مغزی رو بالا میبره. به کلیه‌ها آسیب میزنه و میتونه منجر به نارسایی کلیه بشه. حتی روی بینایی هم تأثیر منفی میذاره. در واقع کل سیستم بدن رو درگیر میکنه. خب سوال اصلی اینه که اصلا چی باعث میشه این قاتل خاموش پیداش بشه؟ چرا فشار خون بالا میره؟ بیایید مقصرای اصلی رو بشناسیم. اینجا یه نکته خیلی جالب وجود داره. بعضی از دلایل خب دست ما نیستن. مثلا با بالا رفتن سن یا سابقه خانوادگی و ژنتیک کاری نمیشه کرد. اینا عوامل غیر قابل کنترلن. اما و این اما خیلی مهمه، بخش بزرگ ماجرا کاملا دست خودمونه. چیزایی مثل رژیم غذایی، به خصوص مصرف نمک، اضافه وزن، ورزش نکردن، استرس، سیگار و الکل همشون قابل کنترلن و این یعنی قدرت اصلی برای تغییر دست شماست. خب حالا که میدونیم قدرت تغییر دست خودمونه، سوال اینه که چطور باید از این قدرت استفاده کنیم؟ چطور باید با این وضعیت بجنگیم؟ این بخش دقیقاً در مورد همین کارهای عملیه که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم. این 5 قدم در واقع جعبه ابزار شما برای داشتن یه فشار خون سالم‌تره. اول از همه رژیم غذایی سالم. دوم، ورزش و فعالیت بدنی منظم. سوم، نگه داشتن وزن در محدوده سالم. چهارم، ترک سیگار و کم کردن مصرف الکل. و پنجم، مدیریت استرس. اینا میدونید خط مقدم دفاع از بدن شما هستن و پایه اصلی همه چیزن. حالا از بین همه اینا بذارید روی یه مورد خاص که خیلی هم مهمه تأکید کنم.
نمک. سازمان بهداشت جهانی میگه مصرف نمک روزانمون باید کمتر از 5 گرم باشه. 5 گرم یعنی چقدر؟ یعنی حدوداً 1 قاشق چایخوری. فقط همین. یادتون باشه خیلی از نمکی که ما مصرف میکنیم توی غذاهای آماده و فراوری شده پنهان شده. پس حواستون به این عدد باشه، چون رعایت همین یه نکته کوچیک میتونه یه تفاوت خیلی بزرگ ایجاد کنه. و یه نکته خیلی مهم دیگه. تمام این کارها عالیه، اما اگه ندونید وضعیتتون چطوره، فایده نداره. شما باید عدد فشار خونتون رو بدونید. اندازه‌گیری منظم، چه خودتون تو خونه انجام بدید، چه پیش دکتر، واقعاً حیاتیه. اینطوری میتونید بفهمید کجای کار هستید و اگه مشکلی بود زودتر جلوشو بگیرید. و در آخر میخوام این بحث رو با یه سوال خیلی مستقیم از خود شما تموم کنم. یه سوال که شاید مهمترین سوال این برنامه باشه. شما از فشار خون خودتون خبر دارید؟ عددهاتون رو میدونید؟ تمام این اطلاعاتی که امروز با هم مرور کردیم وقتی به درد میخوره که شما اولین قدم رو بردارید. اگه جواب این سوال رو نمیدونید، شاید همین امروز بهترین فرصت باشه که برید و جوابش رو پیدا کنید.